حفظ و صیانت حقوق دیگران واجب شرعی و خیانت در آن حق الناس و موجب پیگرد قانونی است. هر گونه کپی، تکثیر و انتشار محصولات علمی و فرهنگی گروه آموزشی پرش ممنوع و موجب نارضایتی دنیوی و اخروی صاحب اثر می باشد. به فرهنگ و آموزش کشور احترام بگذاریم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دختر پسر گلم، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ ممنونم. روز شما هم بخیر دخترای من، پسرای گلم، حالتون چطوره؟ خب خدا رو شکر. کلاس هم شروع شده. الان صدا تصویر رو داری ابوالفضل؟ اوکیه؟ بله ممنونم عمادالدینی من، متشکرم. ظهر شما هم بخیر. بله 3-4 دقیقه تأخیر داشتیم تا من برسم دیگه از مدرسه بیام اینجا. یه خورده طول میکشه بچه‌ها، گاهی وقتا دیر میشه، ببخشید، عذرخواهی میکنم. خب بریم شروع بکنیم. موافقین؟ آماده این؟ بریم. بله پارسا جایی میخوای بری؟ خیلی خب پس بریم شروع کنیم. من فکر کردم جایی میخوای بری، اینقدر عجله داری. بریم. میخوایم مرور کنیم. یادتونه که اون پنجشنبه بچه‌ای که سر کلاس بودن، پنجشنبه‌ای که جبرانی گذاشتیم و اینکه جمع بندی کنیم، ما یه خورده مباحث و مخصوصا فصل اول و دوم رو مرور کردیم. حالا در ادامه میخوایم بریم جلوتر، مباحث دیگر رو هم مرور کنیم، فصل‌های دیگر هم یه مروری داشته باشیم. خوش اومدی صالحی جانم، عزیز دلم، خوش اومدی. خب بله خب سوال در مورد چی هستش؟ کدوم مبحثه؟ بچه‌ها کدوم مبحثه؟ بخونین. اندازه‌گیری چی بود؟ آفرین. در مورد اندازه‌گیری زمان. یه اندازه‌گیری زمان داشتیم، یه اندازه‌گیری طول داشتیم. پس این داره اندازه‌گیری زمان رو برای ما توضیح میده. سوالش چیه؟ میگه یه فیلم سینمایی ساعت 15:35 شروع شد و حدود 85 دقیقه طول کشید. این فیلم چه ساعتی به پایان رسیده؟ بچه زمانی که آره میتونیم از شما کمک بگیریم واسه جواب. بله آفرین پارسا. پس بریم از دوستا. حالا اگه میخواین علاقه دارین که جواب بدین دستا بالا باشه، بریم شروع کنیم از دوستا کمک بگیریم. پارسا سلام. باران جان سلام عزیزم. صدا میگم حتما زودتر بذارم. پارسا صدامو داری؟ پارسا من صداتو ندارم. بچه شما صدای پارسا رو دارین؟ پس فکر کنم صدا هنوز به من نرسیده. الان داری؟ خب خانم الان داری؟ الان صدای منو داری پارسا؟ یه بار دیگه صحبت کن. بله الان خیلی شما خب. صحبت من. آها بلند صحبت کن که صدات کامل به من برسه. چشم حتما. خیلی خوب. خوبی پارسا؟ عالی. آفرین بر تو، آفرین، انرژی گرفتم. خب پارسا برام بخون و حل کن. یک فیلم سینمایی ساعت 15:35 شروع شد. حدود 85 دقیقه طول کشید. این فیلم چه ساعتی به پایان رسیده است؟ خب چیکار کنم؟ الان من روش من میگم که 85
برخورداری داره از یه دونه 60 دقیقه 85 دقیقه. آفرین. 1 ساعت و 25 دقیقه بقیه شد. پس یه 60 دقیقه داریم، یه 25 دقیقه. بله 60 دقیقه به 20 گستردش تمام. دقیقاً. خب حالا 60 و 25 رو پس دقیقه و 25 دقیقه رو باید 1 ساعت و 25 دقیقه رو باید به فیلم یعنی زمانی که شروع شده اضافه کنیم. دقیقاً. حالا من میگم که مثل جمع تفکیق انجام میدم. میگم که یه واحد با واحد دقیقه با دقیقه 25 و 35 با هم میشن 60. آفرین. یکم به اضافه 15 بشه میشه 16. خب یک ساعت دیگه هم داشتیم بره روش میشه 17. مرحبا. آفرین. تموم شده. دقیقاً. بچه‌ها پس اگر من بیام حساب کنم مثلا بیام بگم الان ساعت 15 و 35 دقیقه است. 15 و جان اشاریش هم میشه نوشت. آره حالا اشاری نوشتن شما کار نداریم فعلا چون ساله بعد یاد میگیریم. خب 15 و 35 دقیقه اگه باشه من یه 25 دقیقه بهش اضافه کنم، یه 25 دقیقه که بهش اضافه کنم ساعت میشه چند؟ میشه 16. حالا از 16 دوباره بخوایم ادامه بدیم، حالا از 16 هم یه 60 دقیقه بهش اضافه کنم دیگه میشه 17. ساعت میشه 17. دقیقاً. پس ما 85 دقیقه گفتیم یه 60 دقیقه داریم، یه 25 دقیقه. 25 دقیقه شو به 15 و 35 که اضافه کنیم میرسیم به 16. 60 دقیقه هم که بریم جلو میشه 17. دقیقاً همون ساعت 5. آفرین صالحی. کاملا درسته. ممنون پارسا. خیلی خوب بود. ممنون. متشکرم. بریم بعدی. خب بله بعدی داره اندازه‌گیری طول رو برای ما خانم راستی اندازه‌گیری طول نبود، فصل اندازه‌گیری کلا اسم فصل بود. فصل 4 فکر کنم فصل اندازه‌گیریه کلا. آره کلا بهش میگیم اندازه‌گیری. آره که این مبحثش مربوط به طول، قبلی مربوط به زمان بود. مبحث اندازه‌گیری کاملا درست میگه. خب بریم بعدی رو حل کنیم. هستی الان بیا کمک کن. سلام خانم. سلام هستی من. خوبی؟ آره ممنون. شما چطوری؟ عالی هم هستی من. خب هستی برام بخون سوالو. میخوایم دو تناب به طولای 145 سانتی متر رو 145 سانتی متر و 110 سانتی متر رو خب متر را به هم بست به یک دیگر متصل کنیم تا تناب به طول 250 سانتی متر 215 سانتی متر رو خب داشته باشیم. چند سانتی متر از این تناب ها را باید روی هم قرار دهیم. آفرین. خب ما برای این راه حل‌های مختلفی داشتیم. تو کدومو میگی الان؟ چجوری میگی حلش کنیم؟ ما کلاً قراره یه تناب 215 سانتی متری نیاز داریم. الان دو تا تناب داریم، یکی 145 یکی 110. ببینیم چقدر اضافه تر از اون تنابی که ما نیاز داریم داره. قبوله؟ خانم جانم به نظر من باید این چون ما داریم نگاه میکنیم میبینیم دوتاشون واحد سانتی متری دارن پس نباید چیزی رو تبدیل بکنیم. به نظرم باید 110 رو به علاوه 145 بکنیم. بعد هر جوابی که به دست آوردیم و منهای
15 بکنیم که آنتی میخوام به دست بیارم. دقیقاً بچه‌ها. پس من میام اون تنابایی که دارم اندازه هاشون رو با هم جمع میزنم ببینم چقدر تناب دارم کلن، بعد ببینم چقدر اضافه تر از اون مقداری که نیاز دارم. پس 245 سانتی متر من الان تناب دارم، اما قرار تناب من چقدر باشه؟ 215 باشه. پس 245 رو هستی چیکار میکنم؟ منهای 215 میکنم تا مقدار تناب اضافی به دست بیارم. خب میشه چقدر؟ 245 منهای 215 چقدر میشه بچه ها؟ چقدر میشه؟ میشه 220. 245 منهای 215 میشه 30. نگاه کنین 245. آها این 55 ها 145 سوادمون نم کشیده بچه ها. 145 نه 135. من 135 رو جمع کردم، پس میشه 255 اینجا. درسته؟ بله. 255 اینجا داریم. 255 منهای 215 بکنیم میشه چند؟ میشه درسته؟ باشید 40. بله دقیقاً 5 سانتی متر 5 سانتی متر مقدار تناب بارمانده. 40 سانتی متر تناب باید رو هم بره. یعنی اگر من تناب هام اینجوری باشه، فرض کنیم این 145 باشه، باید 40 سانتی مترشون بیاد روی هم دیگه تا اون 215 رو به من بدن. یعنی این 110 باشه، این 145 باشه، اینجا باید 40 سانتی مترشون بره روی هم دیگه تا بتونن به من 215 رو بدن. کاملا درسته. خیلی خوب، ممنونم. هستی؟ خواهش میکنم. خیلی خوب بود، متشکرم. خیلی خوب، پس بریم برای بعدی مربوط به بله اعشار هستش. سوال بعدی که میخوایم بریم سراغش سوال اعشاری هستش. بریم سراغ سوالای اعشاری. عمادالدینی حتما. آیسا حتما. عمادالدینی صدامو داری؟ خب ما اعشار رو تو مرتبه تا مرتبه 10 یاد گرفتیم که گفتیم انشاءالله سال بعد دیگه 100 و 1000 هم یاد میگیریم. عمادالدینی من صداتو ندارم، مثل اینکه وصل نشدی. صدامو داری؟ یه بار دیگه تلاش میکنیم ببینیم صدای ما رو داری؟ خب من صداتو ندارم. یه بار قطع و وصل کنم ببینم میتونی. حالا چی؟ حالا صحبت کن. بچه صدای عمادالدینی رو دارین شما؟ نه هیچکی نداره. خب عمادالدینی فکر کنم یه بار باید خارجی برگردی درست بشه. بذارین که ابوالفضل باید دستت بالا باشه که من بتونم وصلت کنم عزیزم. ابوالفضل سلام عزیزم، خوبی؟ بله. خب ابوالفضل کمک کن، سوالو بخون. محیط مثلث روبرو 7.4 است. اندازه ضلع سوم را به دست آورید. ما میایم 3.1 رو به علاوه 1.6 میکنیم و منهای 7.4 میکنیم. آفرین. پس محیط چجوری به دست میاد؟ کافیه دور تا دور شکلمو اندازه گیری کنم، جمع کنم با هم دیگه. درسته؟ بله. پس من اینجا 3.1 رو به علاوه 1.6 میکنم، زیر هم مینویسم برای اینکه جمع رو انجام بدم. 3.1 شرط این که شرط این که جمع انجام بدم توی اعشاریا چی بود؟
ممیزها زیر هم باشه. آفرین، ممیزها رو حتما زیر هم بنویسم. دهم زیر هم، یکانها و بقیه هم زیر هم دیگه. حالا چی میشه؟ 4 هفتم. آفرین بر تو. پس این نمیگیم 4 هفتم، باید بگیم 4 و 7 دهم. 4 و 7 دهم. به این میگیم دهم، 7 دهم. پس جواب شد 4 و 7 دهم. حالا تو این مرحله باید چیکار کنم؟ 7 و 4 دهم و منهای 4 و 7 دهم کنم. دقیقاً 7 و 4 دهم و منهای 4 و 7 دهم میکنم. پس اینجا جمع انجام دادم. حالا تفریق میخوام انجام بدم. عدد بزرگتر رو بالا می نویسم، 7 و 4 دهم. بعد منهای باز ممیز زیر ممیز، دهم زیر دهم، 4 هم زیر یکان. 3 و 7 دهم. 3 و 3 دهم. 3 و 3 دهم. چه سریع به دست آورد. خب میخوایم از 4 دهم 7 دهم کم کنیم، نداره. پس باید از واحد بزرگترش یعنی بغلیش قرض بگیره. یه 10 تایی قرض میگیره. این میشه 14، یه بسته 10 تایی میگیره میشه 14، این میشه 6. 7 تا ازش کم میکنم، اینم میشه 2. شد چقدر؟ 2 و 7 دهم. 2 و 7 دهم. کاملا درسته. آفرین بر تو. پس جواب شد 2 و 7 دهم. اندازه این زاویه این ضلع من میشه 2 و 7 دهم. سلام، وقت شما هم بخیر فاطمه زهرا. خیلی عالی، ممنون از بچه‌ای که زود جواب میدن. خیلی خوب، متشکرم عزیزم، ممنون ابوالفضل. بریم برای سوال بعدی. قرار مقایسه کنیم هم عدد اعشار هم عدد مخلوط. ریحانه حتما بچه اجازه بدین یکی یکی حتما بحث میکنیم. سلام عزیزم. سلام. متشکرم دختر گلم. خب ریحانه قرار مقایسه کنیم، بگو چی کار کنم. خب اولی گفته که 8 و 7 دهم، 8 و 3 دهم. خب 8 و 7 دهم بزرگتره. چطور فهمیدی بزرگتره؟ به خاطر اینکه بخش خوردهش بیشتر بوده. بخش دهماش بزرگتر هستش. بچه ما زمانی که مقایسه کردن و توضیح دادیم گفتیم اول میریم سراغ بخش صحیح‌ها. بخش صحیح‌ها رو با هم مقایسه میکنیم. اگه بخش صحیح‌هاشون با هم برابر بود بعد میریم بخش اعشار. ما به این بخش میگفتیم بخش صحیح، قسمت صحیح. این قسمت چی بود؟ این قسمت اعشار بود. پس وقتی میبینم که بخش صحیح‌هاشون با هم دیگه برابر هستش میرم سراغ اعشارشون که نگاه میکنم میبینم بله قسمت اعشار این بزرگتر هستش. در نتیجه میگیرم که 8 و 7 دهم بزرگتر از 8 و 3 دهمه. حالا تو اعداد مخلوط چی؟ خب این یکی توی اعداد مخلوط گفته 4 و 1/4، 3 و 8 دهم. خب خیلی راحت میگیم 4 و 1/4 بزرگتره به خاطر اینکه بخش صحیح اون یکی عدد 3 ولی این 4. خب آفرین، اصلا کاری دیگه به خوردهاش نداریم مگر اینکه یه وقت کسری بهمون بده کسر بزرگتر از واحد باشه، اون وقت دیگه باید حواسمو جمع کنم. مثلا اگر به جای 3 و 8 دهم میداد 3 و مثلا 12 دهم دیگه حواسمو جمع میکردم، میگفتم 12 دهم کسر بزرگتر از واحده و یه واحد 10 دهم یه واحد کامل میتونم ازش بکشم بیرون که میشد 4 و 2 دهم. اون وقت این دیگه فرق میکرد. درسته؟ حالا که کسری که در این عدد مخلوط وجود داره کسر کوچیکتر از واحد هستش، فقط بخش صحیح واسه معاملات هستش. بخش صحیح این 4، این 3، پس 4 و 1/4 بزرگتره. حالا وقتی من عدد اعشار و عدد مخلوط با هم دیگه دارم چی کار میکنم؟
خب اینجا به ما داده که 2 و 2 پنجم با 2 و 14. خب چون الان اینجا هم عدد مخلوط داریم هم عدد اعشار، باید بیایم به عدد اعشارمون بخش صحیحش رو بکنیم بخش صحیح عدد مخلوط و به بخش خودش یا هم بخش اعشارش یه مخرج بدیم تا با عدد مخلوط یکی بشه. پس این میشه 2 و 14 به صورت کسری. بله. خب حالا بیایم میبینیم که الان ما اینجا 2 تا عدد مخلوطمون داشتیم، یعنی الان اعشارمون تبدیل به عدد مخلوط کردیم. شد 2 پنجم، 2 پنجم، 2 14. الان این تبدیل شده به این. خب بله. خب حالا ما میایم ببینیم وقتی الان بخش و صحیحامون با هم دیگه یکی هم ولی مخرجامون یکی نیستن، میتونیم بیایم مخرجامون رو با هم دیگه یکی بکنیم. الان 5 از 10 از 5 بزرگتر. پس میایم میگیم که 5 رو از ضرب چه عددی بکنیم که بشه 10 باید ضرب دوش بکنیم. هر کاری هم که هر بلایی که سر مخرج آورده باید سر صورت هم بیاریم. آفرین. پنجم میشه 14 و اونجا هم چون 2 14 شد، پس این 2 تا با هم دیگه مساوی هست. دقیقاً به همین راحتی. پس من اینجا اومدم تبدیل کردم کسر مساوی با 2 پنجم رو نوشتم. 2 پنجم کسر مساوی که مخرجش 10 باشه، ضرب در 2 ضرب در 2 شد 14 و اینجا نوشتمش. پس با هم دیگه برابر هستن. پس بچه ها زمانی که دارین مقایسه میکنین و یک عدد اعشار و یک عدد مخلوط دارین یا عدد مخلوط رو تبدیل کنین اعشار، یعنی مثلا میتونستین 2 و 2 پنجم رو بگین برابر با چیه؟ بگین 2 و 2 پنجم برابر با 2 و 14 و 14 رو تبدیل کنین به اعشار که میشد 2، کسرش هم میشد چی؟ 4. فقط صورتش رو مینوشتم، میشد 2 و 14. پس چه اینو تبدیل کنین به اعشار چه اعشار رو تبدیل کنین به کسر به عدد مخلوط هیچ فرقی نداره. پس فهمیدم اینجا با هم دیگه برابرن. خیلی عالی بود ریحانه، ممنونم. بسیار عالی. بریم برای بعدی. به مساحت ها رو قرار حساب کنیم. مساحت قسمت رنگی. یه بار دیگه من ببینم عمادالدینی وصل میشه بچه ها. یه بار دیگه سعی کنیم. عمادالدینی صدای منو داری؟ عمادالدینی خب مثل این که همچنان مشکل داریم و عمادالدینی وصل نمیشه. بریم برای آیسا. آیسا صدای منو داری؟ آره میدونم صدای منو داری ولی من صدای تو رو ندارم، یعنی از طرف تو وصل نیست. سلام عزیزده. خوبی آیسا؟ بله ممنون، شما خوبی؟ متشکرم دختر گلم. خب آیسا قرار مساحت قسمت رنگی رو به دست بیاریم. اولی رو بهم بگو چی کار کنم. خب اول ما مساحت کل شکل رو به دست میاریم، بعد مساحت قسمتی که رنگ نشده بعد از هم کم میکنیم. آفرین. پس مساحت قسمت رنگی میشه مساحت کل شکلم چیه؟ مساحت قسمت رنگی برابر میشه با چی؟ مساحت کل شکلم شبیه چیه؟ کل شکلم مستطیل. آفرین. مساحت مستطیل رو به دست میارم، بعد منهای مساحت چی باید بکنم؟ مساحت مثلث یا اون قسمتی که رنگ نشده. آفرین. منهای مساحت مثلث بکنم. پس این کاریه که من باید انجام بدم. اول مساحت مستطیل بعد منهای مساحت مثلث. پس مساحت مستطیلم چند میشه؟ خب میشه 22 به اضافه 12 ضرب در 2. اون میشه محیطش، مساحت. طول ضرب در عرض. آفرین. پس برای مساحت طول رو ضرب در عرض میکنم. پس میشه 22 ضرب در 12. خب
منهای مساحت مثلث هم باید به دست بیارم. مساحت مثلث چجوری بود؟ ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2. مرحبا. خب من ارتفاع رو دارم، ارتفاعم چنده؟ 6. قاعدم چنده؟ چون این قاعدش هم ضلع مقابل مستطیل میشه 12. دقیقاً. بچه ها ارتفاع من میبینین 6 اینه. رأسی که از اون ارتفاع چی شده؟ قائم شده، عمود شده بر ضلع مقابل. به این ضلع مقابلش میگیم چی؟ قاعده. قاعده من همون چی هستش؟ ضلع همون عرض مستطیل هستش، میشه 12. اینجا بنویسم مساحت مثلث برای بچه‌هایی که ممکنه یادشون رفته باشه. مساحت مثلث گفتیم چیه؟ قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر چند؟ 2. آفرین، تقسیم بر 2. پس الان من باید بیام چیکار کنم؟ 6 بیام قاعدم که 12 ضرب در ارتفاعم که 6 بکنم، بعد تقسیم بر 2 کنم. خب بیایم از ضرب استفاده بکنیم. من دیگه میخوام جوابشو اینجا توی این قسمت مساحت مثلثه بنویسم. میشه 72 6 ضرب در 12. 12 ضرب در 6 میشه 72. 72. 6 2 تا 12. بله دقیقا 72. 72 تقسیم بر 2 چی میشه؟ 36. 36. آفرین. پس مساحت مثلث هم شد 36. حالا میخوایم ضرب کنیم. ضرب 2 رقمی در 2 رقمی. 22 ضرب در 12 برای اینکه مساحت مستطیل رو به دست بیارم. خب از روش تکنیکی 264. من حساب کردم. حساب کردی؟ بذاری منم حساب کنم. اول میرم سراغ یکانها. پس تو ضرب ها چه 2 رقمی در 2 رقمی، چه 3 رقمی در 3 رقمی، چه 3 رقمی در 2 رقمی، هر چی که داشتین. میریم سراغ عامل دوممون تو ضرب تکنیکی. اولین رقمش یعنی یکانم سمت راست شروع میکنم ضرب کردن. 2 2 تا 4 تا 2 2 تا 4 تا. حالا وقتی میخوام برم سراغ دهگان این، یه صفر باید بذارم زیر یکانم برای یکانم. 1 2 تا 2 تا 1 2 تا هم 2 تا. حالا با هم جمع میکنم و درست گفت دخترم شد 264. پس 264 رو منهای 36 کردم. بچه من مساحت مثلثمون رو اینجا به دست آوردم دیگه که اینجا نوشتم 36. خب حالا 264 منهای 36 چند میشه؟ 228. 228. مرحبا به تو، آفرین. دویست و 28. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود آیسا. متشکرم. خب اجازه بده بعدی و دوست دیگه‌مون حل بکنه که همه بتونن وصلشن. باشه؟ باشه. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خداحافظ عزیزم. بریم سراغ باران. صالحی شما هم دستتو بالا نگهدار. باشه دخترم؟ البته نمیدونم دختر درست گفتم، باید میگفتم پسرم چون فامیلیه، شایدم باید میگفتم پسرم. متشکرم که گفتی. پس دستتو بالا نگهدار پسر گلم. خب باران صدای منو داری؟ باران من صداتو ندارم. خب باران مثل این که وصل نشد. یه بار دیگه ببینیم وصل میشه. باران نه متاسفانه باران وصل نشد. بریم سراغ صالحی مقدم.
سلام خانم. سلام عزیز دلم، خوبی؟ بله شما خوب هستین؟ متشکرم. اسمت چیه؟ من ابوالفضل کریمی. ابوالفضل؟ بله. چه اسم قشنگی. بازم ابوالفضل داریم تو کلاسمون. خب ابوالفضل، مساحت متوازی الاضلاع رو یادته؟ مساحت متوازی الاضلاع. خیر اشکال نداره، الان با هم میخونیم، یه مرور میکنیم. خب ما جلسه اولمونه. عزیز دلم اشکال نداره، ما چون داریم مرور میکنیم قبلا اینا رو همه توضیح دادیم ولی باز دوباره توضیح میدیم. ببین ابوالفضل، این شکل من قراره مساحت رنگیشو به دست بیارم. مساحت رنگی که میخوام به دست بیارم، اول باید مساحت کجا رو به دست بیارم؟ اول باید مساحت شکل رنگی رو به دست بیاریم. اول قسمت کل شکلمو نگاه میکنم، میبینم شبیه یک متوازی الاضلاع است. درسته ابوالفضل؟ نگاه کن. بله. یه متوازی الاضلاع دارم. پس اول باید مساحت کل متوازی الاضلاع رو به دست بیارم. بلکه به دست آوردم، میگم به اندازه یه مثلث کوچیک از این متوازی الاضلاع انگار قیچی شده، سفیده، رنگ نشده. پس بعد اون مساحت اون مثلث رو ازش کم بکنم. پس بیایم اول مساحت متوازی الاضلاع رو به دست بیاریم با هم دیگه. مساحت متوازی الاضلاع. خب ابوالفضل، مساحت متوازی الاضلاع اینجوری به دست می آوردیم. برای بچه‌ای هم که یادشون رفته قبلا چی کار می‌کردیم، بچه‌ها ما میگفتیم یه متوازی الاضلاع چجوری مساحتش به دست میاد؟ میگفتیم اگر فرض کنیم یه قیچی برداریم، شکل متوازی الاضلاع اینجوری بود. میگفتیم اگه فرض کنیم یه قیچی برداریم، بیایم متوازی الاضلاعمون رو از اینجا قیچی بزنیم. بعد این مثلثی که اینور وجود داره رو برش داریم ببریم بذاریم اینجا. درسته؟ چه اتفاقی میفته؟ به من یه مستطیل میده. مستطیلم میدونم چیه؟ مساحتش میشد طول ضرب در عرض. درسته؟ میشد طول ضرب در عرض. حالا این عرض مستطیل من در اصل ارتفاع چی هستش؟ ارتفاع متوازی الاضلاع منه، ارتفاع هستش. پس به جای اینکه بگم طول ضرب در عرض توی متوازی الاضلاع، میگم ارتفاع ضرب در، به جای طولم بهش میگیم قاعده. پس میشه ارتفاع ضرب در قاعده. اینا رو قبلا ما کامل همه اینا رو کلی توضیح دادیم که میتونین بعداً برین فیلماشو کامل ببینین. حالا پس اینجا می نویسم ارتفاع ضرب در قاعده. هر وقت مساحت متوازی الاضلاع یادتون رفت، یاد مستطیل بیفتین که میگفتیم طول ضرب در عرض. توی متوازی الاضلاع طولم همون قاعدمه، عرضم ارتفاعمه، میشه ارتفاع ضرب در قاعده. حالا ارتفاع این متوازی الاضلاع من چنده؟ چی خانم؟ ارتفاع این متوازی الاضلاع من چنده؟ 4. آفرین به تو، آفرین. پس می نویسم 4. قاعدش چنده؟ قاعدش 6. ما باید 4 رو ضرب در 6 کنیم. مرحبا به تو، دقیقاً. بچه ها ارتفاعم 4، قاعدم کلش یعنی از اینجا تا اینجا قاعده اون ضلعی بود که ارتفاع بر اون عمود میشد، وای میساد روش. این میشه 6 کلش. پس میشه 6 ضرب در 4 میشه 24. این شد مساحت متوازی الاضلاع. حالا ما یه مثلث از توی این برداشتیم، یعنی رنگش نزدیم. باید بیایم مساحت مثلث رو هم به دست بیاریم. مساحت مثلث چی جوری به دست می اومد؟ ابوالفضل ارتفاع و ضرب در قاعده می‌کردیم. آفرین. میگفتیم مساحت مثلث نصف متوازی الاضلاع است. باید ارتفاع رو بیام ضرب در قاعده کنم، ولی آخر سر تقسیم بر 2 میکنم. چرا؟ چون اگه یادتون باشه گفتیم یه متوازی الاضلاع رو
ما میتونیم تبدیلش کنیم به 2 تا مثلث، درسته؟ پس کافیه مساحت متوازی الاعضا که یادمون باشه ارتفاع ضرب در قاعده، کافیه بگیم تقسیم بر 2 بکنیم مثلث به من میده. پس مساحت مثلث میشد ارتفاع ضرب در قاعده ولی آخر سر تقسیم بر 2، چون میگیم نصف مساحت متوازی الاضلاع میشه. حالا ارتفاع این مثلث من چند هستش؟ ارتفاع 4. آفرین به تو، ارتفاعم 4. پس می نویسم 4. قاعدش چنده این مثلث من؟ قاعدش چنده؟ قاعده‌اش هم 4. نگاه کن. نه قاعده‌اش خانم میشه 90 درجه. 90. نه قاعدش یعنی این ضلعی که این ضلع مگه این ارتفاع نبود؟ این بله این 4 ارتفاعه. خب گفتیم قاعده اون ضلعیه که ارتفاع روش قرار داره. قاعده مثلثه روی این ضلعه که من بذار با رنگ آبی نشونش بدم. قاعدش اینجاست، اینه. اندازه این ضلعه چقدر میشه؟ اندازه این من میگم اندازه این کل این ضلع متوازی الاعضا 6 بوده. چرا؟ چون اینجا 6ه، پس اینم 6 بوده. حالا اینجا گفته اندازه این یه تیکه 4، پس 6 رو منهای 4 بکنم این میشه 2. درسته؟ آره ابوالفضل؟ بله خانم. پس بچه ها یه مرور دیگه داشته باشیم توی شکل‌های متوازی الاعضا. ما گفتیم متوازی الاعضا ضلع‌های روبروش با هم برابرن. پس وقتی این ضلع اندازش 6، ضلع روبروش یعنی این هم 6 باید باشه. خب وقتی اینجا به من داده گفته از اینجا تا اینجا 4 هستش، میگم این قسمت چند میشه؟ پس میشه 2. 6 منهای 4 میشه 2. پس اینجا قاعدم هم شد 2. قاعده من شد 2 که باید بعدش تقسیم بر 2 هم بکنم. 4 2 تا 8 تا 8 تقسیم بر 2 هم میشه 4. حالا باید چی کار کنم؟ مساحت متوازی الاعضا رو به دست آوردم، مساحت مثلث هم به دست آوردم. ابوالفضل برای اینکه مساحت قسمت رنگی به دست بیاد باید چی کار کنم؟ همه رو منهای هم کنیم. آفرین. حالا منهای هم دیگه میکنم. پس مساحت قسمت رنگی چی میشه؟ میشه 24 منهای 4. جواب میشه 20. درست شد ابوالفضل؟ بله. خیلی خوب. پس حتما مساحت ها رو یه بار دیگه مرور کن که یادت بمونه باشه؟ چشم. خیلی خوب بود. ممنونم ابوالفضل. خیلی خوب بود. خب بچه‌ها من میزنم برای صفحه بعدی بریم اسلاید بعدی، ولی بریم استراحت و برگردیم یه 10 دقیقه استراحت میکنیم، برمیگردیم با این سوال صداتون رو باز میکنم برای حل سوال. پس 10 دقیقه استراحت. خدا نگهدارتون. سلام مجدد دختر پسرای گلم. خب صالحی عزیز، ابوالفضل جانم، ببین ما کتابو تموم کردیم و یک جلسه هم مرور کردیم و الان جلسه دومه که داریم مرور میکنیم. سوالا از بخش‌های مختلف کتاب هستش. خب سوالا از بخش‌های مختلف کتاب هستش، یعنی فصل 4، فصل 3، فصل 2، فصل 7 از قسمت مختلف سوال داریم که برای حل کنیم و مرور کنیم. پس اون قسمتایی رو که هنوز شما تموم نکردین اشکال نداره، الان گوش بده، یاد میگیری،
بعدن که معلمتون درس داد بهتر تو ذهنت میشینه. اون بخشایی هم که درس داده که الان برات مرور میشه، پس نگران هیچی نباش. بعد سلام و صد تا سلام آدرینا جان. خب بریم برای محیط شکل رو میخوایم در توضیح بدیم. بریم سراغ محیط شکل. بعد پارسا، ولی اجازه بده اول اونایی که وصل نشدن اول اونا رو وصل کنیم. بریم سراغ آیناز. بچه تا آیناز وصل بشه بگم محیط شکل یعنی دور تا دور شکل، یعنی من از یه نقطه‌ای شروع بکنم به حرکت، شکلم رو دور بزنم، هرچی جلو راهم بود باهاش جمع بزنم، بیام تا کجا؟ تا وقتی دوباره برسم به همون نقطه اول که شروع کرده بودم. آینا صدامو داری؟ وصل نمیشه؟ اب نداره، بعدا دوباره مثل اماد دینی سعی میکنیم دوباره وصل کنیم. سوگن. سلام سوگن جان. خب سوگن بگو شروع کنیم حل کردن. چیکار کنم؟ الان مثلا فرض کن من از این نقطه میخوام شروع کنم به حرکت. ما باید تو محیط مستطیل رو به دست بیاریم. خب محیط شکل نمو دست به دست بیارم چون کل مستطیل نیست، درسته؟ بله. خب فقط یه مستطیل نیست، یه مربع هم داره اینجا انگار. خب چیکار کنم؟ شروع کنیم جمع کردن؟ بله. انجام بدیم. 10 و بعد به علاوه 16 کنم. خب یه بچه از اینجا میتونیم از اینجا شروع کردی؟ بله. از اونجا شروع میکنیم. نگاه کنین از اینجا شروع کنیم به حرکت. از اینجا 10 رو شروع میکنیم، یه 10 دارم، یه 16 هم اینجا دارم، پس 10 به علاوه 16 دیگه چی دارم؟ به علاوه 2. حالا میام پایین، از این نقطه باید بیام پایین. این چنده؟ 2. نه این 2 مال اینه. پس این چنده؟ نمیدونم. خب میگم اونو که نمیدونم چنده، درسته؟ اما اگر نگاه کنم اینجا به من داده 2، درسته؟ بله. اینم داده 4. پس 2 و 4 با هم میشن 6. مگه عرض این مستطیله 10 نبود؟ بله. پس بعد 10 کنیم. آفرین، 10 بکنم پس میفهمم اینم 4 هستش، درسته؟ بله میشه 4 جوابه. آفرین، پس یه 4 هم اینجا باید بهش اضافه کنم دیگه. میام جلو، اینجا یه 2 دارم، 2 می نویسم. دوباره میام جلو، اینجا یه 2 دارم، 4. اینجا رو یادمون رفت این خطه. ببین دور تا دور یعنی هر چی خط دیدم جمع بزنم. اینجا چنده؟ بالایش 2 پس پایینش هم میشه 2. آفرین، چون رو به روش بالایی 2 بوده پس اینم 2 هستش. اینم نوشتم 2. حالا میرم سراغ 4. میشه 4 دیگه چی؟ 16. میام اینجا 16. خب دوباره باید چیزی بنویسم؟ باید جوابا رو هم جمع کنم. آفرین، چون بچه ها نگاه کنین دور زدم تا رسیدم به نقطه اول دیگه تمومه. حالا باید جوابا رو با هم جمع بکنیم. 10 با 16 26 با 4 میشه 30 32 34 36 36 با 4 40 40 میشه 56. درسته؟ بله. آفرین. حالا یه راه دیگه هم بود بچه ها. چه راهی؟ بیاین اینجوری حساب کنین. نگاه کنین یه راه دیگه هم به جای این که بیاین اینجا دونه دونه جمع بزنین چی بود؟ این که اینجا این خط رو وصل کنین. چه شکلی داریم الان؟ مربع. یه مربع داریم، اینجا یه مستطیل، درسته؟ بله. خب من می اومدم مساحت فرض میکنم که نگاه کنیم بچه ها، فرض میکنم
بیام این دو رو اگه این زل رو از اینجا بردارم بیارم بذارم اینجا، مستطیل من کامل میشه دیگه، درسته؟ پس میام محیط مستطیلم رو به دست میارم، یعنی 16 به علاوه 10، بگم 16 به علاوه 10 ضرب در 2 میشه محیط مستطیل. 16 به علاوه 10 میشه چند؟ میشه 50، میشه 26 ضرب در 2 میشه 52. میشه 52. آفرین. خب حالا من چیکار کردم؟ پس اومدم این زله که اینجا بود 2 بود برش داشتم گذاشتم اینجا و اندازه چی رو به دست آوردم؟ اندازه این مستطیله رو به دست آوردم. این دورم برداشته بودم، خود دیگه بردم گذاشتم اینجا تا پر بشه. حالا چی رو حساب نکردم؟ میبینم این زل کوچیک بالای مربع و این زل پایین مربع رو حساب نکردم. 1 2 و 1 2 میشه 4. پس کافی بود 52 رم به علاوه 4 کنم میشه 56. پس اونایی هم که اینجوری حل میکنن درسته. پس یا دور تا دور شروع کنین، هر عددی دیدین با هم دیگه جمع بزنین، هر خطی دیدین پاره خطی دیدین جمع بزنین بنویسین، یا اینکه اینجوری هم میتونستین حساب کنین. فقط یه نکته این که ما توی محاسبه محیط اصلا کاری به خطایی که داخل شکل هستن نداریم. مثلا فرض کنین این شکل من اینجوری بود. سوگن اگر این شکل من اینجوری بود بله. اون وقت چی؟ اون وقت می اومدی اینم حساب کنی؟ نه. آفرین. خطای داخل رو حساب نمی کردیم، یعنی ما می گفتیم کاری به این قسمت که داخله نداریم، من فقط اون خطی که بیرونه رو حساب می کنم. پس خطای داخل رو حساب نکنیم. پس با این تعریفی که کردم سوگن بگو شکل پایینی چجوری میشه؟ شکل پایینی 3 رو باید به علاوه 4 کنیم، به علاوه 2 آفرین. سوگن از اینجا شروع کرد به حرکت، میگه 3 رو میام به علاوه، نگاه کنید من هر کدومو می نویسم یه خط میکشم برای اینکه بدونم که کجا بودم. 3 رو به علاوه 4 میکنم، بعد به علاوه چند میکنم؟ به علاوه 2 میکنیم. به علاوه 2 میکنم، بعد دیگه چی؟ به علاوه 2 میکنم، بعد به علاوه 6 میکنم. آفرین. به علاوه 6 میکنم، دیگه چی؟ بعد به علاوه 2 میکنم چون زل روبروش 2. آفرین. دوباره چون باید برسم به سر جای اولم باید اینم برم بالا، اینم میشه 2 چون زل روبروش 2، پس اینم به علاوه 2. دیگه چی؟ دیگه هیچی. پس این داخلیه چی؟ اونو نباید حسابش کنیم. آها آفرین. پس کاری به خطای داخل ندارم. محیط یعنی دور شکل. پس شما وقتی یه باغ دارین، یه مزرعه دارین، میخواین دور تا دورش رو نرده بزنین، داخلش رو دیگه نمیای نرده بکشین، همون بیرونش رو نرده میکشین. اینم همینه. جوابش هم میشه 17. جوابش هم میشه 17. آفرین بر تو. جوابش هم شد 17. خیلی خوب. ممنون آیسا جان. ممنون. مرسی دخترم مهربونم. ممنونم. خیلی خوب بود سوگن. بریم برای سوال بعدی. سوال بعدی رو میخوایم بریم. نمودار خط شکسته مربوط به فصل 7 میشه. نمودار خط شکسته. آها آفرین عبادالدینی کاملا درست میگه. میگه به شکل میگیم برای محیط میگیم به شکل میگیم الهی دورت بگردم. قشنگ قرار دورش بگردیم. ممنون عبادالدینی. خیلی هم خوب بود. بریم سراغ آدرینا. آدرینا استاد سلام. سلام عزیزم. خوبی؟ میخوایم بریم مرور بخش نمودار خط شکسته. پس بریم یه نمودار خط شکسته بکشیم. بخون سوالو برام. گفته قیمت نفت در 5 ماه گذشته به صورت زیر بوده است. نمودار خط شکسته مربوط به آن را رسم کنید. در کدام ماه قیمت کمترین و بیشترین مقدار بوده است؟ خب حالا به من بگو آدرینا، ما میگفتیم نمودار خط شکسته رو کجا استفاده میکنیم؟ کجا به دردمون میخورد؟ در قیمت نفت، سهام. آفرین.
تو قیمت بورس طلا نفت و سکه و ارز و طلا و اینا جاهایی که تغییرات داشتیم، همش بالا پایین میشد قیمت ها، درسته؟ پس جاهایی که جایی که استفاده میشد از نمودار ستونی استفاده میکرد. آفرین. پس ما برای نشون دادن تغییرات و نوسانات از نمودار خط شکسته استفاده میکردیم. کاملا درست گفت. حالا بیایم یه نمودار بکشیم. نمودارها شامل چی بود؟ شامل 2 تا محور 2 تا محور عمود برهم. آفرین، 2 تا محور عمود برهم بود که گفتیم روی محور افقی قرار چیا رو بنویسیم؟ ماها رو می‌نویسیم، داده هامون رو می‌نویسیم. روی قسمت عمودی چی می‌نویسیم؟ قیمت. پس عددهایی که دارن قیمت و نمیدونم تعداد و نشون میدن روی قسمت عمودی قرار میگیره. باید از 100 شروع کنیم. آفرین. اول بیایم داده هامون رو مشخص کنیم. ماه 1، ماه 2، ماه 3، ماه 4 و ماه 5 رو باید مشخص کنیم. پس میگیم ماه 1، 2، 3، 4 و 5. حالا قیمت هم بچه‌ها، من برای اینکه شروع بکنم میبینم کمترین قیمت هم چنده آدرینا؟ 105. 105. پس بهترین نقطه شروع من 100 هستش دیگه. قبل از 100 رو نمی‌نویسم به خاطر اینکه عددا همش داخلش 100 هست. آفرین. پس من مثلا از اینجا در نظر میگیرم، میگم اینجا 100 مثلا. حالا چند تا برم بالا؟ 2 تا. میتونیم 2 تا بریم، میتونیم هم 5 تا بریم، هر دوش میتونیم انجام بدیم. حالا 2 تا بریم، مثلا این بشه 102. ببینم من جا دارم 104. اگه دیدیم جامون کم بود من 5 تا فکر میکنم من 5 تا نمودار خط شکسته شبیه ضربان قلبه. آفرین به تو. 106، 108، 110، 112، بله، 114، 116، 118، 120. خب من تا 120 رو تونستم روی نشون بدم. خیلی هم عالی، چون حد اکثرمون 120. پس تا 120 برامون کافیه. حالا کافیه هر ماه رو به عددش وصل کنم. ماه 1 باید برسه به 105. پس به 105 بین 4 و 6. آفرین، بین 4 و 6 میشه 105. پس وسط اینو در نظر میگیرم، به صورت خطی میارم، به اینجا وصلش میکنم، یه نقطه میذارم. ماه 2 چنده؟ ماه 2 109. 109 بین 108 و 110. آفرین. دوباره از 2 هم خطچین میکشم میارم اینا تا خانم از 108 تا 110 کشیدیدا؟ از چند کشیدم؟ از 108 تا 110 که میشه 109. 109 میشه، آره، بین 108 و 110 میشه 109. 112 هم که بالای 110 خودش 112 داره، درسته؟ حالا من یه خورده کج کشیدم، اینو یه خورده صافش کنم. اینو یه خورده صافش کنیم، خطچینش رو اینجوری میکشیم. خب 112 خطچین میکشم تا ماه 3، چون تو ماه 3 112 دارم تا جایی که به هم برسم. بالای 114 هستش. خودش هم برامون کشیده. آفرین. 116 رو تا ماه 4 ادامه میدم. اینجا میشه. حالا ماه 5 چنده؟ ماه 5 120 که آخرین عددمون. آفرین. اینم ماه 5. تو این مرحله حالا نقاط رو مشخص کردم. تو این مرحله قراره چیکار کنم؟ خطا رو به هم وصل کنم. خطها رو به هم دیگه نقاط رو به هم دیگه وصل میکنم. به ترتیبی که رفتم نقاط رو به هم دیگه وصل میکنم. تقریبا شکلم همچین چیزی شد. البته خب توی دفتر با فاصله ها رو شما اندازه گیری میکنین، مثل من چشمی نمیزنین، اونجوری بهتر نمایان میشه. خب حالا به من بگو، من نمودار خط شکسته رو کشیدم، به من بگو تو کدوم ماه قیمت کمترین بوده؟
در ماه اول. آفرین. پس قیمت کمترین هم ماه اول بوده. قیمت بیشترین هم کدوم بوده؟ ماه پنجم. ماه پنجم. هرچی رفته بالا بیشتر شده، پس این میشه ماه پنجم. آفرین آدرینا، خیلی خوب بود. ممنونم. خدا نگهدار. خیلی خوب بود. خدا نگهدار. کلاسمون 20 دقیقه دیگه بچه‌ها تموم میشه. خب بازم فصل هفتم، سوال از فصل هفتم، بخش احتماله. قراره جمله بنویسیم برای این. بریم سراغ احتمالا. اجازه بدین بچه‌هایی که وصل نشدن، اول بچه‌هایی که وصل نشدن اولویت با اونا. سدنا، صدای منو داری؟ سدنا، من صداتو ندارم. سدنا جان، خب پارسا هم میگه ما هم صداشو نداریم. خب بریم مائده رو وصل کنیم. مائده. سلام مائده جان. سلام عزیزم. سلام. خیلی خوب. پس بلند بگو من بشنوم. سوال برام بخون. تاسی را پرتاب می‌کنید. برای هر یک از احتمالات زیر یک جمله بنویسید. خب یه تاس چه عددهایی رو تاس هست؟ بهم بگو. مائده عددهایی روی تاس چنده؟ قطع شدی؟ فکر بکنم قطع شد مائده. یه بار دیگه وصل کنیم. خانم از 1 تا 6. آفرین. از 1 تا 6 روی تاس ما نوشته شده. 3 4 5 6. این عددهاییه که روی تاسه، باشم بازی کردیم. حالا میگه احتمال اومدن عدد زوج. چند تا عدد زوج دارم؟ اعداد زوج چیا بودن؟ 3 تا. آها، اعداد زوج 2 4 6 8 10 12. درسته؟ اینا اعداد زوج بودن. من نگاه میکنم میگم اینجا 2 دارم، 4 دارم، 6 دارم. 3 تا عدد زوج دارم. 3 تا عدد زوج دارم. پس چند تا عدد فرد دارم؟ میشه 3 تا دیگه. آفرین. تعداد اعداد زوجم 3 تاست. تعداد اعداد فرد هم 3 تاست. یعنی با هم برابرن. پس احتمالم میشه احتمال چی؟ برابر. آفرین. بچه ها احتمال اومدن عدد زوج میشه همون احتمال برابر. میگیم به احتمال برابر. یعنی 50-50 است. 50% امکان داره زوج بیاد، 50% امکان داره فرد بیاد، چون نصفه. 3 تا زوج، 3 تا فرده. حالا احتمال اومدن عدد 2 رقمی. احتمال اومدن عدد 2 رقمی چی مائده؟ طور حد اتفاق نمیفته. آفرین. غیر ممکنه. امکان نداره اتفاق بیفته. درسته؟ چون عدد 2 رقمی توش نداریم. غیر ممکن است. چون عدد 2 رقمی توش نداریم. دقیقاً چون 2 رقمی نداریم. احتمال اومدن عدد 2 رقمی غیر ممکن است. یا اینکه میگیم به طور حتم اتفاق نمیافتد. این هم میتونیم بنویسیم به طور حتم اتفاق نمیافتد. خب احتمال اومدن عدد کمتر از 7 به طور حد اتفاق میافتد چون عدد کمتر از 7 رو داریم. 6. دقیقاً. عدد کمتر از 7 به طور حد اتفاق میفته چون همشون کمتر از 7 کمتر از 7 داره. بله، به طور حد اتفاق میافتد چون همشون کمتر از 7 هستن. درسته؟ خیلی خوب. بسیار عالی مائده. متشکرم عزیزم. خب بریم برای سوال بعدی. خب
خب دوباره رفتیم سراغ فصل 3. ما اون پنجشنبه در مورد تقسیم و ضرب و اینا سوال حل کرده بودیم، مرور کرده بودیم، دوباره حل کنیم. پس بریم سراغ تقسیم اعداد. باشه، تقسیم 4 رقمی بر 2 رقمی. چون نگفته از چه طریقی، مثلا فرایندی یا تکنیکی، این دیگه دست ماست از چه طریقی بریم. مثلا من دوست دارم تکنیکی برم، یا هر کدوم از دوستا که وضع کردیم هر کدوم از دوستامونو که وضع کردیم شاید دوست داشته باشن مثلا فرایندی برن. چقدر خوب ریحانه، چقدر خوب. توی مدرسه خب بریم. خیلی خوبه. خب بریم برای کیو وصل کنیم که تا الان وصل نشده باشه. فکر کنم تقریبا کسایی که دستشون بالا هست به جز اونایی که نتونستیم. باران یه بار دیگه نگه دار ببینم میتونم وصل کنم. اماد و دینی و باران و یکی دو نفر رو نتونستیم وصل کنیم، صداشون رو نداشتیم. آینازو ببینیم میتونیم دوباره. باران صدای منو داری؟ باران باران خب متاسفانه همچنان صداشو نداریم. صدای منو داری ولی من صدای تو رو ندارم. پس بریم از بچه‌ای که قبلا حل کرده بودن دوباره حل کنیم. پارسا صدای منو داری؟ پارسا خب پارسا بریم تقسیم از تکنیکی. مرسی. تکنیکی؟ بله بریم پارسا تکنیکی. خب دو رقم که باید جدا کنیم. باید این 2 رقمه باید چیکار کنم؟ فعلا که اول باید مقایسه کنیم، یعنی 2 رقم که اول 3 رقم باید جدا کنیم. خب بگو مرحله به مرحله تا من انجام بدم. حالا باید از عدد مقسوم 2 رقم جدا کنیم. آفرین. بچه‌ها توی تقسیم تکنیکی من به مقسوم علیه هم نگاه میکنم. مقسوم علیه هم 2 رقمیه. پس ابتدا میرم سراغ مقسوم 2 رقم جدا میکنم. وقتی 2 رقم جدا کردم میگم آیا اون 2 رقمی که جدا کردم از مقسوم علیه هم بزرگتر هست؟ آفرین. بله میگم بزرگتر هست. میگم خب پس همین 2 رقم برام کافیه. اگر یه زمانی کوچیک‌تر بود، مثلا فرض کنید این عدد رو داشتیم تقسیم بر 23 میکردیم، این 2 رقم بود، 2 رقم جدا میکردم میگفتم 21 از 23 کوچیک‌تره، زورش نمیرسه 23. پس اون وقت میومدم 3 رقم جدا میکردم. این برای یادآوری تقسیم ها که انجام دادیم. خب پس تا اینجا من فهمیدم 2 رقم جدا کردم. چیکار میکنم حالا باید زیر 60 و 0 2 تا 0 بزنیم. آفرین. گفتیم اول یادت پارسا، گفتیم این دیواری که من دارم اینجا میکشم خونه چند تایی رو داره برای من جدا میکنه؟ یکی دهگان و یکان. نه خونه بین کیا رو فاصله انداخته؟ بین دهگان و صدگان. یعنی 100 تایی هم برده تو دیوار. کیو برده؟ نگاه کن کیو کشونده تو دیوار؟ 100 تایی رو. 100 تایی رو داره از بقیه جدا میکنه. آخرین نفری وقتی میگم خونه چند تایی رو جدا میکنه، آخرین نفری که کشونده توی دیوار به اون نگاه کنین. میگیم 100 تایی رو جدا کرده از بقیه. پس باید من 3 تا خط اینجا بذارم. پس نگاه کنید بچه‌ها، برای مرور تقسیم تکنیکی میگم زمانی که من دارم خونه 100 تایی رو اینجا دیوار میکشم، میگم خونه 100 تایی رو جدا کردم. میبینید؟ تا 100 تایی رو اونور دیوار نگه داشتم. پس اینجا 3 تا خط میکشم. چرا؟ یعنی این که تو خارج قسمتم حتما من باید 3 تا رقم داشته باشم. خب حالا این ور دیوار برای اینکه حوصله یکان و دهگان که بیرون دیوار موندن سر نره، قرار شد 2 تا توپ بهشون بدیم. یعنی 2 تا 0 من میذارم اینجا، حوصله اینا سر نره. حالا توی 59 تا چند تا 23 تا وجود داره؟
یکی هست. یکی هست. من اینو باید این یکی رو کجا بنویسم؟ روی 100 تایی. ببخشید 2 تا هست. نه دیگه. آها آفرین درسته. 59 به 23 دقیقاً 2 تا هست، چون 2 تا 23 میشه چند تا؟ 46 تا. آفرین. پس این میشه 2. من باید توی 100 تایی اینو بنویسم. توی 100 صدگان میگیم. آره توی 100 تایی یا همون صدگانو. چرا؟ چون خونه 100 تایی رو جدا کردم. درستش اینه که بگیم چون 2 تا 0 گذاشتیم داریم صدگان رو نشون میدیم. آفرین دقیقاً. خب چون ما دیوار 100 تاییامون رو جدا کردیم، پس من میرم توی خونه 100 تایی، این یک گان، این 10 گان، این 100 گان. پس میگم 2 تا 100 تایی دارم. میشه چند تا؟ 2 تا 23 تا میشه چند تا؟ 46. اینا از هم کم میکنم. اون که 60 که پابرجایی. خب اون 60 که ازش کم نکردی پابرجایی. خب 6 منهای 9 که میشه 3، 4 منهای 5 میشه 1. پس شد 1360. الان دوباره اگه بخوایم جدا کنیم باید به 0 یه 0 بدیم، یعنی به 0 یه توپ بدیم، چون 146. آفرین. چون اینجا 2 رقم دارم، 2 رقم دیگه نمیتونم جدا کنم. 2 رقم که جدا بکنم میگم 13 زورش به 23 نمیرسه. پس 3 رقم جدا میکنم. پس میام 136 رو جدا میکنم. خونه چند تایی رو داره جدا میکنه؟ دیواره خونه چند تایی رو گرفته؟ خونه 10 تایی. آخرین رقمم نگاه کنین تو دیوار چنده؟ 10 تاییه. پس من باید خونه 10 تایی رو اینجا پر کنم. یه 0 میذارم برای اینی که بیرون دیواره که حوصله‌اش سر نره. حالا توی 136 الان که دوباره من حالا میخوام امتحانی بزنم. توی بگو. 5 میزنم. 5 بزنیم. 5 ضرب در 23. 5 ضرب در 23 میشه 5 ضرب در 23 مساوی است با 2 5 میشه 10 تا 15 تا میشه 115. آفرین. پس 5 به نظرم کافیه. میشه 115. خانم 23 رو بهش اضافه کنین 23 تا اگه بهش اضافه کنیم 6 بزنیم میشه 138. 138 بله. آره. خب حالا اینا رو که از هم کم کنیم یه دونه 21 میمونه. پس جواب میشه 210. ببخشید 210 بله. خب حالا 210 دیگه همش ها باید بزنیم رو هوا. آفرین. کلا یه رقم دیگه مونده من اینجا بزنم. پس 210 تا چند تا؟ 23 تا وجود داره. خب بیایم 9 بزنیم امتحان کنیم. 9 هم امتحانی خوب میشه. 9 3 تا میشه 27 تا. 27 تا 9 2 تا 18 تا با 2 تا 20. پس شد 207 میخوره. پس میذارم 207. جواب چی میمونه؟ جواب باقی مونده چی میمونه؟ 3. مطمئنی 3 17. 210 منهای من برعکس. آره 210 منهای 207. 210 منهای 207 درست شد؟ بله. 3. بسیار عالی. حالا رابطه درستیشو بهم بگو بنویسم. خب 2 جور داریم. یکی اینکه 3 کوچکتر از 23 است. بله. پس یه شرطش اینه که باقی مونده کوچکتر از مقسوم علیه باشه. کاملا درسته. دیگه چی؟ 259 ضرب در 23 مساوی است با به اضافه 3. 259 ضرب در 23 به اضافه 3 مساوی است با 5960 نقطه. دقیقاً. این میشه رابطه درستی من. ممنون پارسا. رابطه تقسیم. خیلی عالی بود پارسا. متشکرم.
خدا نگهدار. بریم یه سوال دیگه حل کنیم. سوال مربوط به فصل 2 میشه. تس‌ها بذارین آدرینا رو باز کنیم که سوالش هم بپرسه. استاد سلام. سلام آدرینا. سلام مجدد. سلام مجدد. من خواستم بهتون بگم که یه چند صفحه قبلش رو برام بیار. چند صفحه قبل؟ 5 صفحه قبلش. اوه خیلی زیاده. سوال چی بود بهم بگو. یه سوالی بود، سوال اولی. خب اونو میخواستم بدونم. اونجوری خیلی تایممون میره. اگه سوالش تو ذهنت هست اینجا بگو تا انجام بدیم. نه متاسفانه. بذار چون خیلی باید بریم عقب. بذار من برم. کدومه؟ اینه؟ یه بگم یه صفحه قبل درش. اینه؟ چرا؟ یه دونه که بگیم باشه. سوال در مورد چی بود؟ هم. خب اینو من نفهمیدم، یه بار میشه توضیح بدید؟ آره عزیزم. ببینیم بچه ها، گفته محیط مثلث روبرو 7 و 4 اندازه زل سوم رو به دست بیاریم. خب من میدونم محیط مثلث یعنی این که 3 تا ضلعش رو با هم دیگه جمع بزنیم، جمعش میشه محیط مثلث. خب من 2 تا ضلعش رو بهم داده از 3 تا ضلع. خب جمع 2 تا ضلع رو به دست میارم، میگم 3 و 1 دهم به علاوه 1 و 6 دهم چقدر میشه؟ میشه 4 و 7 دهم. جمع کردم. خب ضلع سومو که ندارم، اما محیطش رو بهم داده. گفته کلش 7 و 4 دهم تو داری. خب 7 و 4 دهم داری، 2 تا ضلعت هم که شده 4 و 7 دهم. برای اینکه سومی رو به دست بیاری کافیه 7 و 4 دهم رو منهای 4 و 7 دهم بکنی و اینکه بفهمی اون چه عددی بوده که با این 2 تا جمع شده 7 و 4 دهم. 7 و 4 دهم رو منهای 4 و 7 دهم میکنی میشه 2 و 7 دهم. درست شد؟ بله. حله؟ خب پس بریم اون سوال رو حل کنیم. من تونتون برم برای سوالی که الان میخواستیم حل کنیم. اینجا سوال برام بخون. من دوست دارم یه سوال دیگه هم برسیم حل کنیم. سوال برام بخون. در یک کلاس 1/3 دانش آموزان فوتبال و 2/5 آنها بسکتبال بازی میکنن و بقیه ورزش نمیکنن. چه کسی از دانش آموزان ورزش نمیکنن؟ خب ما الان باید 2/5 دهم منهای 1 و 3 دهم. خب ببینید میگه در یک کلاس 1/3 دانش آموزان فوتبال، 2/5 هم بسکتبال بازی میکنن، بقیه هم ورزش نمیکنن. خب حالا میخوایم اول ببینیم داره میگه چه کسی از دانش آموزا ورزش نمیکنن. یا ورزش میکردن 1/3 داشتن فوتبال بازی میکردن، 2/5 هم داشتن بسکتبال بازی میکردن. پس اینا ورزش میکردن. درسته؟ آدرینا صدامو داری؟ آدرینا یه دفعه میکروفون قطع شده بود. خیلی خوب. پس من اینجا باید 1/3 بچه‌ها، اینجا باید 1/3 رو به علاوه 2/5 کنم، بگم اینا ورزش بازی میکنن، اینا ورزشکارن، فوتبالیستا و بسکتبالیستا دارن ورزش میکنن. خب ببینم اول اینا چه کسری هستن، کسایی که ورزش میکنن. خب مخرج مشترک بین 1/3 و 2/5 چی میشه؟ بین 1/3 و 2/5 3 رو باید ضرب در عدد بکنیم که بشه 5. خب نداریم، مجبوریم کنیم ضرب در عدد 2 هم که بکنیم میشه 6، ضرب در 1 کنیم که میشه خود عدد 3. خب ببینید میتونیم از کسرهای مساوی استفاده کنیم. یادتونه گفتم کسرهای مساوی برای اینا کمکمون میکنه. 2/5 رو می نویسم، 2/5 ضرب در 2 بکنم میشه چند؟ میشه 4 دهم. ضرب در 3 بکنم میشه 6
15 ضرب در 4ش بکنم میشه 8 20. خب حالا فعلا تا اینجا نگه میدارم، میرم سراغ 1/3. 1/3 رو ضرب در 2 بکنم میشه 2 6. 1/3 رو ضرب در 3 بکنم میشه چند؟ 3 9. ضرب در 4ش بکنم میشه 4 12. ضرب در 5ش کنم میشه 5 15. خب بچه ها وقتی رسیدم به مخرجی که قبلا بهش رسیدم دست نگه میدارم، میگم اینجا 5 15 و 6 15 هم مخرجن، درسته؟ بله. پس به جای 1/3 می نویسم 5 15، به جای 2/5 می نویسم 6 15. درست شد؟ با کسرهای مساوی رسیدم به اونایی که مخرجشون برابره. حتما اون بخش مخرج مشترک گرفتن رو یه بار دیگه مرور بکنیم بچه‌ها. پس با کسرهای مساوی که نوشتم رسیدم به اون عددهایی که مخرجشون با هم برابره. پس به جای 1/3 نوشتم 5 15، به جای 2/5 نوشتم 6 15. حالا که مخرج‌ها برابر شد جواب چی میشه؟ جواب میشه یکی از مخرج‌ها رو می‌نویسم، صورت‌ها رو با هم جمع می‌کنم. 6 و 5 میشه 11. آفرین. حالا بچه‌ها اینا کسایی هستن که ورزش میکنند. میخوایم ببینیم کیا ورزش نمیکنند. 11 15 همون منهای 15 میکنم، درسته؟ بله. کل بچه هامون 15 همون یه واحد کامل. پس 15 و منهای 11 15 میکنم میشه 4 15. اینا ورزش نمی کنند. درست شد؟ بله. خیلی خوب، بسیار عالی. بچه ها این سوال من میخوام حل کنم بعد کلاس رو تموم بکنم. ما از هر فصلی سعی کردیم سوالی حل کرده باشیم. اینم حل کنیم. بعد من حل کنم؟ نه قربونت برم، اینو بذار ریحانه حل بکنه. ببینم امادالدین خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب امادالدینی رو ببینم یه بار دیگه میتونم وصل کنم. امادالدینی این سوال رو حل کنیم کلاس تمومه. این سوال هم حل بکنیم. خب امادالدینی وصل نمیشه، بریم ریحانه رو یه بار دیگه وصل کنیم. سلام عزیزم. ریحانه جان میخوایم حاصل عبارات رو به دست بیاریم. چیکار کنم؟ یه عدد در یک کسر میشه. خب یه عدد در یک کسر ضرب میشه، اون عدده در صورت ضرب میشه، درسته؟ بله. خب 8 ضرب در 2 21 اول ما میایم حالا اون چیزی که معلم ما بهمون گفته بود میگفت که خط کسری و منهای اینجوری. حالا این چی 8 ضرب در 21 2 21 بکنیم میشه 16 21. اول میشه 16 21. پس بچه‌ها وقتی یک عدد در یک کسر ضرب میشه، عدده در اصل در صورتش ضرب میشه. پس 8 ضرب در 2 میشه 16 21. منها میمونه. حالا 2 ضرب در 1/7 چی میشه؟ میشه 2/7. میشه 2/7. حالا میخوام اینجا مساوی رو میذاریم. الان چون هم مخرج نیستن همون کار اول یعنی میگیم که آیا 7 بر 21 بر 7 بخش پذیر هست یا نه؟ آیا مخرج بزرگترم عدد بزرگه بر کوچکتره بخش پذیر هست یا نه؟ 21 بر 7 بخش پذیره؟ بله. ضرب در 3 بکنیم میشه 21. میان 2 هم ضرب در 21 2 هم ضرب در 3 میکنیم میشه 16 21. بچه‌ها چون 21 6 21 مساویه با 10 21. دقیقاً. بچه‌ها چون 21 بر 7 بخش پذیر بود، پس من 21 بر 7 میشه 3. پس کافیه 7 رو ضرب در 3 کنم، صورتش هم ضرب در 3 میشه که از هم دیگه کم بکنم. چون برابر شد مخرج‌ها، یکی از مخرج‌ها رو می‌نویسم، صورت‌ها رو از هم کم می‌کنم میشه 10 21. کاملا درسته. بعدی هم بهم بگو 65 منهای 6 و 8 دهم چجوری میشه منها کنیم؟ خب الان
اونجا به ما گفته 65 منهای 6 و 8 دهم، یعنی یه عدد کامل داده با یه دونه عدد ارشا. خب ما اول از همه میایم عدد کاملمون رو عدد بزرگتر رو باید بنویسیم. یه ممیز بهش میدیم، میشه 6 و 5 دهم منهای 6 و 8 نه 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 اینجوری نه، باید بگیم عدد بزرگم 65 بزرگه یا 6 و 8 دهم بزرگه. خب اول فکر کنم بعد یه ممیز 6 و 8 دهم برداریم. نه 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 نگاه کنیم بچه ها، من 65 تا شکلات دارم، دوستم 6 تا شکلات و 8 دهم یه شکلات دیگه داره. من بیشتر دارم یا دوستم؟ خب نه من بیشتر دارم، من 65 تا دارم، دوستم 6 تا شکلات داره و یه 8 دهم یه شکلات دیگه، یعنی یه دونه کامل نه. پس من بیشتر دارم، پس 65 از چرا؟ شما کاری به خورده نداشته باشین، این خورده است دیگه، بخش اعشار خورده است. من میگم که 65 بزرگه یا 6 بزرگه؟ 65 بزرگه دیگه. پس میام 65 رو بالا می نویسم، منهای میخوام 6 و 8 دهم بکنم. 6 رقم یکگانه یا دهگانه؟ رقم این شیشی که اینجاست رقم یکگانه، ارزش مکانیش چیه؟ رقم یکگانه دیگه، درسته؟ بله. پس زیر یکگان 65 باید بنویسمش، یعنی زیر 5 باید بنویسم 6رو، درسته؟ بله. حالا ممیز 8 دهم داره. بچه ها زمانی که یه رقم اعشاری و یک رقم صحیح دارن از هم کم میشن یا با هم جمع میشن، باید به عدد صحیح ممیز بدیم. خب من باید چون ممیز هم زیر هم باشه، اینجا یه ممیز بعد از 65 یه ممیز میذارم، اینجا یه صفر میذارم، درسته؟ بله. خب حالا اینجا چون 8 نمیتونیم از صفر هم کنیم، صفر را خط میزنیم میشه 10، از 65 5 رو یه دونه کم کنیم میشه 4. حالا 8 از 10 میشه 2، 6 از 4 نمیتونه برن، پس 4 میشه 14، 5 هم 6 هم میشه 5. حالا 6 از 14 میشه 8، 5 هم مینویسیم میشه 58 و 2 دهم. 58 و 2 دهم، درسته؟ بله کاملا درسته. پس یادتون باشه بچه‌ها 980. خب 980 هم بیایم ضرب در 52 بکنیم، ضربمون هم انجام بدیم بعد کلاس رو تموم کنیم. 980 ضرب در 52. میخوام روش تکنیکی بریم. حالا من تکنیکی میخوام برم. 2 ضرب در 0 2 8 تا 16 تا 6 شو می‌نویسیم، یکیشو میدیم بالا، 2 نقطه 18 تا با یکی 19 تا 19 چون بعدش عدد نداریم می‌نویسیم. حالا میایم مرتبه دهگان، یه دونه صفر میذاریم اول کاری که بگیم. آفرین، تو مرتبه دهگان یه دونه صفر باید بذارم. خب حالا 5 ضرب در 0 5 ضرب در 0 0 5 80 40 تا صفرشو می‌نویسم، 4ش میره بالا، 9 5 تا 45 تا با 4 تا 49 تا. حالا اینا رو میام با هم جمع میزنم که میشه 50960. آفرین، دقیقاً شد 50960 به همین راحتی. خیلی عالی بود ریحانه، ممنونم. فقط حواست به اعشارا باشه. ما هیچ وقت ممیز کسی رو بر نمیداریم، حواست باشه. خیلی خوب بود، ممنونم عزیزای دلم که با من همراه بودین. فعلا خدا یار و نگهدارتون. خدا حافظ.